سلام بچه ها، خوش اومدید به اولین ویدیو من سجاد هستم از کانال سجاد اکسی آی. خب بچه ها، این قسمت اول اف سی 24 و این اولین ویدیو منه. در قسمت اول همین ویدیو میریم ولتا فوتبال که مودش هم میریم سوروایول. بچه ها این مود اینطوریه که هر بازی گل بزنه از زمین خارج میشه و در آخر یک دروازه‌بان و یک بازیکن بازی زمین به ما بازی کنن. خب بچه ها، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، کامنت هم که حتما بذارین. برین که در زمین میبینمتون. خب بچه ها، من تیم رئال مادرید رو انتخاب کردم و در مقابلم تیم بارسلونا رو آوردم. بچه ها، این مود سروایول فوتسال دروازه بزرگ آوردم. ببین بچه ها، من الان گل زدم و تونی کروس که گل زده از بازی میره بیرون. ببخشید، مودریچ که گل زد از بازی میره بیرون. این مود اینطوری بچه. خب الان تو دست اونا، کوربا چه توپی رو مهار میکنه. آلبا پاس میده به کروس. الان کروس میره یه گل زد و کروس هم از زمین خارج میشه. آلبا، بله، آلبا هم از بازی رفت بیرون. بله، الان اونا یه گل زدن و بازیکنشون میره بیرون. خب بچه، الان همینطور که میبینید دو بازیکن شدیم، یه بازیکن و یکی دروازه‌بان. الان هر کی گل بزنه دیگه نمیره بیرون، فقط از تیم حریف میره تا 2 نفره بشه. میفهم. این هم گل بعدی. بله، الان کوربا گل میزنه. نه، کوربا گل نزد، ضایع شدیم. وای، گل بعدی هم خوردم بچه ها. الان یارم مساوی شد. میتونیم پاسکار رو کنیم اینطوری بزنیم. چه شانسی آورد بچه ها. گل بعدی رو میزنه وینی جونیور. وینیسیوس میره تو پای دروازه‌بان اونا. بله، یه گل قشنگ با کله. بله، وینیسیوس یه گل دیگه میزنه. خب بچه ها، ما میریم یه مود دیگه هم براتون. اونم یه باله که در ادامه ویدیو به اون پی میبریم. 2000 years later. بچه ها، این مود مستری بال است که قدرت های مختلفی به آدم میده و میتونیم گل بزنیم با قدرتاش. الان میرین توی زمین و بهتون میگه توی زمین باتونم. خب بچه ها، اومدین توی این زمین دروازه کوچیک همینطور که میبینی. الان قدرت من این دفعه بچه ها تیم بارسا هستم. الان قدرت دریبلینگ داره و دریبل زیاده. زمان داره بچه ها، جالب بدین زمان داره. بله، گل اول خودم. الان اسپید بوتسه بچه ها، نگاه سرعته، قدرت سرعت رو میده به ما. الان زمان شما شد و شوتینگ داد. اینجوری شوت محکم داریم اگه شوت بزنیم. بچه ها تیمشون خیلی زرنگه.
قوی است تیمشون و الان قدرت پاسینگ دارن، پاس بهتر و دقت بیشتر. بچه الان قدرتش تمام شد و اسپید بوتس داد. ولی الان قدرت شوتینگ شوت محکمه و دروازه خالی. الان دریبلینگ یه گل است بچه، اگه بالا سمت راست دقت کنید میبینید چند گل است. قدرتش تموم میشه و الان دوباره قدرت نیست، اسپید بوتسه، قدرت سرعت. الان قدرت شوتینگ رو داد دوباره، یه گل هم هست. اوف بچه لواندوفسکی میره که این قدرت رو بگیره، قدرت پاسینگ، پاس بهتر و دقت بالا. وای ترشگن توپ رو مهار میکنه. وای گل بعدی رو هم خوردم. و بچه قدرت شوتینگ شوت محکم. الان دریبلینگ یه گل است. توپو خراب کردم. خب بچه من فیفام یه کمی ضعیف است بچه. آلبوست یعنی همه قدرت رو با هم داره. بله آلبوست 3 گله بود، من الان یه گل جلو افتادم. خب بچه من فیفام یه کمی ضعیف است، اگه گل خورم یا باختم به دل نگیریم دیگه، اولین ویدیو هست. بچه نیمه اول تمام شد، بریم برای نیمه دوم. 2000 years later. خب بچه نیمه دوم شروع شد. دریبلینگ 2 گله است بچه. الان اگه بزنم 3 تا گل جلو میافتم چون 2-3 است. وای بچه گرفت کردوا. وای ترشگن چه توپایی رو مهار میکنم. الان دریبلینگ 2 گله است دوباره، پاسینگ 2 گله ببخشید. وای الان شوتینگ یه شوت، وای با دقت بالا. یه شوت توی دروازه. بله 4-2 میشه بازی. بچه من تیم بارسا هستم، تیممو عوض کردم. خب ترشگن یه توپ دیگه رو مهار میکنه، دریبلینگ یه گله. وای ترشگن گل نمیخوره یه جوره. آلبوست بچه همونی که گفتم همه قدرت رو با هم داره. مثلا همینجا شوت بزنم، وای گرفت دیگه، قدرتش تمام شد بچه. الان شوتینگ ترشگن توپو میگیره دوباره، یه شوت محکم و گل دیگه. 5-2 به نفع بارسلونا میشه بازی. و تو دست اونا میفته. قدرت پاسینگ 2 گله بچه. قدرت رو بالا سمت راست مینویسه و گلاش هم بغلش.
ترشگه مهار میکنه توپو. وای تیرک، وای گل خورم بچه. 4-5 بازی میشه. هنوز یکی جلوه. خب دریبلینگ 2 گله. توپو خراب کردم. بله قدرتش تمام شد بچه. شانس ترشگن توپو میگیره دوباره. اسپید بود، سرعت. وای قدرتش چه زود تموم شد. بله شوتینگ دوباره. وای بچه ها شروع شد. پاسینگ 2 گله. پاس و دقت بیشتر. وای نزدیک بود گل بخورم بچه. وای چه اشتباهی. سرعت. بله گل. 4-7 7-4 جلو میافتم بچه. چه گلی زدم بچه. شوتینگ 2 گل هستم. اگه هر کی گل بزنه 2 گل حساب میشه. وای دقیقه آخر گل خورم بچه. 2 ثانیه مونده بود گل خورم. آلت بوست از زمین شوت میزنم. بازی تمام میشه. و بچه ها مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کامنت هم حتما بذارین. تا ویدیو بعدی بدرود. خدا نگهدار شما.